حق و حقوق مستاجر نسبت به مالک، همونطور که میدونین الان فصل تابستون و فصل جابجایی مستاجرها، بچه‌های پیج یک سری سوالا که دائم داشته سوال میشده از عزیزانی که مشکل دارن با مالکین و نمیدونن چه شکلی باید حق و حقوقشون رو پیگیری بکنن و برای من در آوردم من خدمتتون بدم. ورود بدون اطلاع کافی، ما یکی از قوانینی که داریم در مالک و مستاجر این هستش که مالک باید به مستاجر نوتیس بده برای ورود. هیچ دلیلی نیستش که مالک بدون هماهنگی و بدون دلیل بخواد وارد بشه. مورد اضطراری فرضاً لوله ترکیده، اتصالی شده و از این مسائل رو بذاریم کنار، که این حق مالکی که بخواد بیاد وارد رو نگاه کنه، مثلا شک کرده باشه به این مسائل، ولی بعد 24 ساعت نوتیس بده که این توی تمام قراردادها هست. اگر مالک این نوتیس رو نده، مستاجر میتونه شکایت کنه. شکایت کردنش هم اینه که باید یک فرمی رو پر کنه و در LTB یعنی Landlord Tenant Board سابمیت بکنه، فرم T2. مورد دیگه قطع یا دستکاری خدمات حیاتیه. مالک به هیچ عنوان نمیتونه به هیچ دلیلی خدمات حیاتی مستاجر رو قطع بکنه، ولو اگر اینکه مستاجر اجاره رو پرداخت نکرده باشه. امیدوارم که مستاجری واقعا این کارو نکنه، ولی اگر حتی مستاجر اجاره رو پرداخت نکرده باشه، به هیچ عنوان مالک نمیتونه اونو از داشتن حق آب و برقش محروم بکنه. اگر مالک این کار رو باز بکنه، فرم T2 رو باید مستاجر پر بکنه، مدارک رو تهیه بکنه و در LTB سابمیت بکنه. مورد دیگه که با سوال شده، بی توجه به تعمیرات ضروری استاندارد سکونته. این مسئله بسیار مهمه که خیلی از مستاجرها باش درگیرن. خونه مثلا مولد داره، خونه پلش خراب، سره، یا در درست بسته نمیشه، در نمیدونم ایراد داره، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اینها مشکل داره. اینها چیزهایی هستش که موظف مالک حتما انجام بده. حتما باید خونه رو توی کاندیشن خیلی خوبی نگه بداره. اگر این کار رو نکرد، باید در فرم T6 مینتیننس در LTB سابمیت بشه و میتونه اونجا پیگیریش رو انجام بده. مورد بعدی که خیلی میتونه اتفاق بیفته که بچه‌ها باز اینو سوال کردن، افزایش اجاره خلاف قانونه. اجاره حد اکثر میتونه 2-2.5% در سال افزایش پیدا بکنه. در یه سری سالها، مثلا در سال 2023-24 که اینترست ریت ها خیلی بالا میرفت، مالک و مستاجر با هم توافق میکردن که بالاتر بره. امسال خیلی از مالک ها اصلا توافق کردن که حتی همون 2.5% رو نبرن بالا، چون که خب میدن که یه ذره نظر اقتصادی مشکل زیاد برای مستاجرها هست، ولی حد اکثر 2 تا 2.5%. بجز خونه هایی که بعد از 2018 ساخته شده است، مخصوصا کاندوها که عموما هستن، باید بر اساس توافق باشه. لذا خیلی وقتها مستاجرهایی که میخوان خونه‌های نو رو که بعد از 2018 ساخته شده اجاره بکنن، تو قراردادشون ذکر میکنن که آقا سر سال چقدر مثلا قراره که برای ما اضافه بشه. خیلی وقتا بعضی مالک‌ها دارن کم لطفی میکنن و مثلا 2018 به بالاها رو با یه قیمت پایینی میبندن، بعد که مالک قرارداد سال اولش تموم شد یه مبلغ بسیار زیادی رو اضافه میکنه. ولی باز دوباره شما این حق رو دارین که مدارکتون رو اگر که مالک خلاف کرده در LTB سابمیت بکنه. آزار و تهدید و مزاحمت، این یه چیزیه که خب در کل کانادا مشکل داره، ولی اگر که پیغام و تهدید بزنه، مثلا فرض که مستاجری پرداختش عقب افتاده، زنگ بزنه، از کلمات بد استفاده کنه، تهدید بکنه، من اینجوری میکنم، من فلان میکنم، اگر داکیومنت رو دارن میتونن در همون فرم T2 دوباره ثبت بکنن، در LTB سابمیت بکنن. هزینه ها و ودیعه های غیر مجاز، چیزی که باز خیلی اتفاق میفته. خیلی وقتا مالک ها به دلایل زیادی بهونه میکنن و مبلغ ودیعه خلاف عرف رو میگیرن و خلاف قانون. طبق قانون باید فقط 1 ماه آخر رو ما
سپرده داشته باشیم. در کاندومینیوم ها یک کی دیپوزیت هم هست که به خاطر حالا کلید ورودی یا تگای پارکینگ استفاده میشه که میگیرن هولوش مثلا 200-300 $. ولی الان شاهدیم بعضی وقتا مالک‌ها 3 ماه 4 ماه و اضافه میگیرن که این ودیعه خیلی مجاز هست. اگر چنین اتفاقی بیفته، اگر که مستاجرها طبق توافق نباشه، چون بعضی وقتا خب مالک‌ها مینویسن که این والنتیه طرف مستاجر داره پرداخت میشه، اگه چنین چیزی نباشه مستاجر میتونه در فرم T1 ایلیگال چارج مدارک رو سابمیت بکنه در LTB. محدود کردن غیر منطقی مهمون ها. شما حق داری، میتونه مهمون در حد عرف بیاد بره و کسی جلوی شما نمیتونه بگیره. اگر باز مالکی اذیت بکنه نسبت به داشتن مهمون که چرا مهمون داریم، یعنی همون فرم T2 رو باید با مدارکتون سابمیت کنین در LTB. ورود خارج از ساعت مجاز، وقتی که مثلا مالک میخواد نوتیس حتی بده وارد منزل شما بشه، باید در ساعت استاندارد بیاد، مثلا ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر، مثلا تا 6 7. ولی نمیتونه مثلا مالک بگه که من ساعت 11 شب میخوام بیام خونه رو ببینم. این خارج از عرفه، این درست نیست. و اگر چنین چیزی باشه مستاجر میتونه مدارک رو سابمیت کنه در دوباره LTB با فرم T2. توقیف بردن اموال مستاجر، بله یکی از چیزایی که خیلی کم اتفاق میفته ولی بعضی وقتا هست. مستاجر اجارهشو نداده و مثلا حالا حکم تخلیه یا هر چیزی گرفته شده و مالک اذیت کرده برای بردن لوازم مستاجر، که اگر این کار رو بکنه باز دوباره در فرم T2 میتونه مستاجر شکایت بکنه. اساین، مستاجر حق اساین کردن دارد، سابلیز دادن دارد اگر در قراردادش باشد. من مثلا 6 ماه نشستم میخوام 6 ماه مابقیمو به یک فرد دیگه ای اساین بکنم قراردادمو، نه، این امکان پذیر هم میتونه باشه هم نمیتونه باشه. اگر در قراردادتون این حق رو نوشته باشین که من حق دارم اساین بکنم، حق دارم سابلیز بکنم و مالک جلوی این کارو بگیره، این حق با مستاجر میشه و میتونه دوباره همینو در LTB سابمیت بکنه که چرا جلوی من گرفتیم. ولی عموم مالک ها در قرارداد اجارهشون می نویسن که قینی که بخواد اساین کنه یا سابلیز بکنه رو نداره، که اگه در اون صورت باشه به هیچ عنوان مستاجر نمیتونه کاری انجام بده. تبعیض، هیومن رایت، یکی از اتفاقاتی که خب متاسفانه برای خیلی از نیوکامرها میفته. اگر حالا در مناطق حالا میدتاون یا داونتاون باشه، مالک به هیچ عنوان نمیتونه تبعیض قائل بشه نسبت به نژاد، رنگ، پوست، مذهب یا هر چیز دیگه بی احترامی بکنه به مستاجر، که اگر این کارو بکنه عواقب بسیار بدی داره. یکی از عواقب بسیار سنگینه برای مالک به وجود میاره. هیومن رایت یکی از چیزایی که ما در کل کانادا داریم و بسیار قانون به نظر من ارزشمندیه، هم در LTB هم در خود حقوق بشر استان میشه این فایل سابمیت بشه و جلوی این اتفاق گرفته بشه و توبیخ زیادی هم بشه. بازدید فروش، اجازه مجدد برای اجاره، این یه حقیه که عموم مالک ها در قراردادی که دارن می نویسن اجاره بدن می نویسن و میگن که مثلا در دوره 60 روزه آخر قرارداد اگر که مستاجر تمایل به تمدید نداشته باشه این حقو دارن که خونه رو برای فروش بذارن. ولی اگر هم چنین کاری قرار بخواد باشه باید به توافق باشه. بعضی مستاجرها میگن اوکی مثلا در زمانی که ما سر کار هستیم از فلان ساعت تا فلان ساعت شما میتونی بازدید داشته باشی، ولی مالک نمیتونه به قول معروف هر وقت دلش بخواد بیاده بره. قانونیش 24 ساعت نوتیس باید بده برای اینکه بخواد اون شوینگ رو بره، من اینکه خود مستاجر بخواد همراهی کنه یا با هم کنار بیان. اگر سوالی داشتین حتما زیر همین پست کامنت رو بنویسین. من از بچهای پیج میخوام که حتما اطلاعاتش رو بهم بدن و من خودم مستقیما جوابتون رو خواهم داد.